سلام. باشلاق ژله‌ای ساده، راحت و فوق‌العاده خوشمزه. برای درست کردنش نشاسته گل رو با آب سرد حل می‌کنیم. بعد از اون پودر ژله داریم. من از پودر ژله میوه کاکتوس استفاده کردم که با آب جوش ترکیبش می‌کنیم. بعد از اینکه کاملا حل شد، روی حرارت متوسط اجاق گاز نشاسته گلمون رو داخل ظرف قابل معمول میریزیم. بعد از اون ژله رو بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به ترکیب کردن. یه چیزی حدود 30 تا 35 دقیقه باید هم بزنیم. بعد از اون گلوکوز رو بهش اضافه میکنیم و یه مقدار کره و جوهر لیمو. من جوهر لیمو رو با یکم آب حل کردم و داخل این مایع ریختم. بعد از اینکه کاملا ترکیبشون کردیم به دلخواه گردو یا پسته بهش اضافه میکنیم و تقریبا آخرهای پخته که گردو یا پسته رو بهش اضافه میکنیم. بعد داخل ظرف مورد نظرتون میریزیم، صافش میکنیم با پالت یا حالا هر وسیله‌ای که داشتیم. روشو نشاسته ذرت یا گندم میپاشیم و میذاریم 8 ساعت داخل یخچال، بین 6 تا 8 ساعت استراحت بکنه. بعد برشش میزنیم، توی نشاسته ذرت میغلتونیم و بازلوق‌های ما آماده خوردن. نوش جان.